اوپنهایمر. ممکنه آدم فیلم بازی نباشید، آدمی نباشید که اهل فیلم و سریال باشید، ولی دیدید یه موقعی یه فیلمایی ساخته میشن که ارزش حداقل یک بار نگاه کردن رو دارن و انقدر فیلمای خوش ساختی هستن، چه از نظر محتوا چه از نظر ساخت فیلم، که ما دوست داریم حداقل یک بار اون فیلمو نگاه کنیم. 100% همتون این موضوع واسهتون پیش اومده و اگه بهتون بگم که چه فیلمی چه سریالی هنوز توی ذهنتون هست، 100% یه فیلم و سریال اسمشو بهم میگید. و یه فیلم جدیدی که به نظر من توی سال 2023 اومد روی پرده سینماها و این حس رو به من داد از نظر ساخت، از نظر کیفیت و نظر اینکه احساس کردم به بیننده فوق‌العاده داره احترام گذاشته میشه به خاطر نور، صدا، تصویر و مدل فیلمبرداری و کارگردانی شخص کریستوفر نولان، که فیلمبرداری کارگردانی خیلی از فیلمایی که شاید دوست داشته باشید که من خودم عاشق تک تک فیلماش هستم رو کرده. برای مثال بتمن، برای مثال اینسپشن، اینترستلر و خیلی دیگه فیلمای دیگه مثل تنت. و فیلم جدیدش که سال 2023 توی تاریخ 21 جولای 2023 روی پرده سینماها رفت و به صورت آیمکس انتشار پیدا کرد، فیلم اوپنهایمر هست و قراره که توی این ویدیو یه سری توضیحات راجع به این فیلم فوق‌العاده زیبا بهتون بدم که دونستن این موضوع به نظرم واسهتون خیلی میتونه جذاب باشه و اگر این موضوع رو بدونید و فیلمو شروع کنید به دیدن، 100% فیلم جذابیت بیشتری واسهتون پیدا میکنه. فقط قبل از که ویدیو رو شروع کنیم، اگر دوست دارید ویدیوهای بعدی منو ببینید و پیشنهادهای فیلم و سریال منو داشته باشید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بذارید روی حالت آل که اگه من ویدیو جدیدی گذاشتم نوتیفیکیشنش واسهتون بیاد. اوپنهایمر یه فیلم 3 ساعت است و به نظر من زمان طولانیه برای یه فیلم سینمایی که توی سینما بخواید ببینید و پشت سر هم فیلمو نگاه کنید. و این نکته‌ای که توی ساخت این فیلم وجود داره اینه که صحنه‌های رنگی که فیلم داره در کنار صحنه‌های سیاه و سفید هم استفاده شده و این جذابیتی که به فیلم داده شده واسه اینکه تا حالا اتفاق نیفتاده بود و کریستوفر نولان تونست برای اولین بار بیاد توی آیمکس صحنه‌های سیاه و سفید رو تو همون لولی که تا صحنه‌های رنگی داره پخش بکنه. یعنی در واقع شما وقتی فیلمو نگاه می‌کنید، صحنه‌های رنگی با صحنه‌های سیاه و سفید یه جورایی هم لولن و واقعا هستن. و اینکه فیلم طولانی 3 ساعته باعث میشه این صحنه‌های سیاه و سفید با صحنه‌های رنگی باعث بشه که یه ذره زمانه فیلم واسه ما جدا بشه و یه حس فوق‌العاده خوبی به بیننده میده. برای من اینجوری بود و طبق صحبتی هم که خود کریستوفر نولان کارگردان این فیلم داشت این بودش که به نظر من صحنه‌های سیاه و سفیدی که در کنار صحنه‌های رنگی استفاده کردن میتونست جذابیت فیلمو فوق‌العاده ببره بالا و قبلا این کارگردان توی یکی از فیلم‌های قبلیش هم این کارو کرده بود، ولی این دفعه توی آیمکس و برای اولین بار بود. واسه همین مجبور شدن که نوارهای جدید بسازن تا بتونن این فیلم برداری رو با کیفیت بالا انجام بدن و این حس خوبی بهمون میده که بتونیم یه فیلمی رو ببینیم که سیاه و سفید باشه ولی کیفیت بالا. فیلم اوپنهایمر تا همین الان سراسر جهان 954 میلیون دلار فکر میکنم فروخته و IMDb این فیلم تا همین الان 8.7 از 10 هستش. یعنی چند وقتی میشه که این فیلم اکران شده، روی پرده سینما بوده، خیلی از افراد این فیلم رو دیدن، اومدن ریت دادن، نظرشون رو دادن و با این حال 8.7 از 10، یعنی یه چیزی رو داره به ما نشون میده، اینکه این فیلم مورد توجه خیلی از بیننده ها قرار گرفته و فیلم محبوبیه. و چیزی که راجع به جایزه ها توی فیلم اوپنهایمر وجود داره اینه که کریستوفر نولان کارگردان این فیلم تونست جایزه بهترین کارگردان رو بگیره توی سال و متن موسیقی فیلم اوپنهایمر هم بهترین جایزه رو گرفت. در کنارش توی بازیگرا شخص کلین مورفی که نقش اوپنهایمر رو توی فیلم داشت تونست جایزه بهترین بازیگر مرد سال رو بگیره و شخص رابرت داونی جونیور که کنارش بازی میکرد یا همون آیرون خودمون تونست جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد رو بگیره و کلی جایزه گرفت. در کنارشون رقابتی که توی سینما با فیلم باربی داشت، چون فیلم اوپنهایمر و فیلم باربی توی یک روز روی پرده سینما اکران شدن و یه رقابت فوق‌العاده عجیب به وجود اومد. یعنی اومدن طرفداراشون جدا شدن، یه سریاشون طرفدارای باربی، یه سریاشون طرفدارای اوپنهایمر و موضوع این فیلم کاملا جدا از هم بود، واسه اینکه اوپنهایمر یه فیلم فوق‌العاده جدی و بیوگرافی بودش ولی باربی یه فیلم فانتزی بود و پر رنگ و موزیکال و اینا بود
و اصلا شبیه هم نبودن. یعنی رقابتشون یه جوری اینجوری بودش که اوکی طرفدارای باربی میگفتن ما بریم اوپنهایمر رو ببینیم چیه که اینقدر دارن میگن، و اوپنهایمر هم میگفتن بریم باربی رو ببینیم چیه. و اگه شما میرفتید توی یک روز سینما، خیلی کار جالبی کردن، چون این کارشون باعث شدش که این دوتا فیلم جفتشون فروش فوق العاده زیادی داشته باشن. وقتی شما توی یه روز میرفتید سینما و فیلم اوپنهایمر رو نگاه میکردید، اگه سانس بعدیش میرفتید باربی رو میدیدید، خسته نمیشدید از فیلم دیدن، واسه اینکه موضوعش متفاوت بود. یکیش فاز جدی داشت، یکیش فاز موزیکال داشت و شما میتونستید توی یه روز دوتا تیکت رو بگیرید و یه روز فوق العاده جذاب واسه خودتون داشته باشید. البته من فیلم باربی رو هم ندیدم و فیلم اوپنهایمر رو توی آیمکس دیدم و با فیلم اوپنهایمر انقدر لذت بردم که 2 بار توی سینما دیدم این فیلمو. و یه نکته فوق العاده جذاب دیگه که راجع به کریستوفر نولان و فیلماش وجود داره واسه من اینه که کریستوفر نولان جلوه‌ی ویژه توی فیلماش استفاده نمی‌کنه. یعنی شما راجع به هر فیلمیش، من راجع به فیلم‌های مختلفش میذارم، من توی این کانال این دومین ویدیویی که دارم میذارم و 100% فیلم‌های کریستوفر نولان بیشتر میام راجعش باهاتون صحبت می‌کنم، ولی هر فیلمی که این شخص ساخته انقدر کیفیتش و متریال چیزایی که توی فیلمش به کار رفته و بازیگراش و انرژی که واسه ساخت فیلمش میذاره بالاست که شما از همون ثانیه اول که فیلم شروع میشه، از نظر رنگ، از نظر موسیقی، از نظر تصویربرداری، تدوین، از همه نظر یه خروجی به شما میدن روی پرده یا سینما یا حالا تلویزیون که شما دوست نداری چشم از روی اسکرین برداری و دوست داری تا آخر فیلم رو نگاه کنی. میگم فیلم طولانی بود، 3 ساعت فیلم بود، ولی واقعا خسته نمی‌کرد و دوست داشتی که فقط ببینی فیلمو، با اینکه دیالوگ زیاد داشت و میگم جذابیت فیلم خیلی بالا بود. به نظر من کسایی که دیدید فیلم اوپنهایمر رو حتما بیاید نظراتتون رو واسه من بگید راجع به فیلم. به نظر من یکی از فیلمایی بودش که من میتونستم از نظر ساخت کیفیت فیلم دارم میگم، نظرم از نظر ساخته. حالا کریستوفر نولان میتونست راجع به یه شخص دیگه بیوگرافی بسازه، ولی باز به نظر من همینقدر میتونست جذاب باشه. از نظر ساخت کیفیت فیلم یکی از بهترین فیلمایی بود که میتونستم ببینم و حس خوبی بهم میداد، مخصوصا موزیکش که موزیک همه فیلماش فوق العاده است. کسایی که فیلم اوپنهایمر رو دیدید حتما بیاید نظرتون رو بهم بگید. اینجا یک کامیونیتی ما هم تشکیل بدیم، کسایی که میخوان فیلم‌ها رو ببینن با نظرات شما هم بیان جلو و با هم نظر بدیم که بدونیم چه فیلمی ارزش دیدن داره، چه فیلمی ارزش دیدن نداره. راجع به هر فیلمی که دوست داشتید من ویدیو بسازم حتما واسم بذارید و هر ویدیو ما یه فیلم جدید یا یه سریال جدید رو معرفی میکنیم. من لایک بکنید، ویدیو بعدی اگه دوست داشتید ببینید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بذارید روی حالت آل. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.